وقتی از بیمارستان بیرون اومدم افسرده شدم، چون اونجا خیلی زیبا بود و هیچ کس نمیفهمید که چرا همچنان میگفتم میخوام اونجا بمونم. میدونید من اینجا رو ترک کرده بودم، بدنم رو رها کرده بودم و برگشته بودم خونه و بعد باید دوباره به اینجا برمیگشتم و من خیلی ناراحت بودم که نمیتونم بمونم. نمیتونم براتون با کلمات توضیح بدم، مخصوصا اون عشقی که اونجا بود. نمیتونم دقیق بگم اون عشق چطوره، فراتر از کلمات آدمیه، همه چیز درباره عشقه. اما وقتی برگشتم دیگه مثل قبل نبودم، دیگه اونجوری فکر نمی کردم. اسم من برایان جردانه. بابام یه کامیون 18 چرخ داشت، خودش صاحب کامیون بود. بیشتر کارش حمل شن و ماسه بود. بیشتر وقتا که بزرگ شدیم در حال کمک کردن به پدرم بودیم. وقتی 8 یا 9 ساله بودم تایرها رو عوض می کردم. وقتی که از راه می رسید پنجره های خونه رو درست می کردیم. تا 13 سالگی من رانندگی رو با پدرم یاد گرفتم و 15 ساله بودم که تو جاده ها باهاش راه می رفتیم. من و داداشم وقتی 15 سالمون بود در واقع 80,000 پوند بار می کشیدیم. قبل از اینکه بزرگ بشیم هیچ وقت یادم نمیاد که با رفیقام تا دیر وقت بیرون مونده باشیم، چون خیلی سرمون شلوغ بود. داشتیم درس میخوندیم و از دبیرستان فارغ التحصیل میشدیم. اون موقع خیلی جوان بودم. برای گرفتن گواهینامه رانندگی کامیون باید 21 ساله میشدم. من 19 سالم بود که رفتم ارتش. به آلمان رفتم و تو مدرسه چتر بازی آموزش دیدم. 3 سال اونجا بودم و سال آخرم رو توی کره گذروندم. بعد از 6 سال با حکم افتخارآمیز اخراج شدم و رفتم سر کار پیش بابام، چون که اون توی شرکت کار میکرد. از همونجا بود که شروع کردم به کار با ماشینالات سنگین و وقتی یاد گرفتم دیگه حسابی راه افتادم. از اون موقع به بعد تنها چیزی که میخواستم انجام بدم همین بود. باید 3 هفته پشت سر هم کار میکردم، یعنی 21 روز و 7 روز هفته، روزی 12 ساعت. پس تنها چیزی که میدونستم فقط کار کردن بود. من تو کانزاس بودم و داشتم یک مزرعه بادی میساختم. یکی از اون روزها یک صبح 5 شنبه بود که بلند شدم و رفتم سر کار. قرار بود اون روز زودتر کار رو تمام کنیم. داشتم با بولدوزر کار میکردم و ساعت 12 ظهر بود که کار رو متوقف کردم. یه ساندویچ کوچیک که با خودم آورده بودم رو سریع خوردم و برگشتم سر کار. اون موقع بود که فشار رو حس کردم. توی گردنم یک فشار بزرگی رو احساس کردم و خیلی ترسیدم. همش به خودم میگفتم که این چیه؟ و شروع کردم به ادامه کار. ولی درد قطع نشد. بولدوزر رو خاموش کردم و ازش پایین اومدم. درد شروع کرد به رفتن توی قفسه سینه‌ام. رفتم پیش راننده تریلی و ازش خواستم منو به بیمارستان برسونه. وقتی که به بیمارستان رسیدم، در حالی که داشتم با دوستم صحبت می کردم، یک دفعه احساس کردم که یک اسب لگد به سینه‌ام زد. همون لحظه نبض گردنم رو چک کردم. باورم نمیشد قلبم اینطوری بزنه، کاملا نامنظم بود. تو بیمارستان بهم گفتن فقط یک سوزش معده ساده است. در حالی که من سال گذشتم همین حالت بهم دست داده بود و متوجه شده بودم که موضوع بسیار جدی‌تر از این حرف است. همونجا که نشسته بودم آروم آروم خوابم برد. بعد احساس کردم که دارم بیهوش میشم. وقتی که داشتم روی زمین میافتادم، مأمور ایمنی درست روبروم نشسته بود. آخرین چیزی که به خودم گفتم این بود. امیدوار بودم که اون منو بگیره قبل از اینکه صورتم به زمین بخوره. بعد همه چیز تاریک شد و احساس کردم که توی ستاره ها رفتم. فکر میکردم که دارم یکی از اون خوابهای عجیب رو میبینم. چون نمیدونستم که دارم به چی نگاه میکنم. رفتم به جایی شبیه غار که خیلی بزرگ بود. دیوارها شروع کردن به ریزش و وقتی دیوارها ریزش میکردن باید به کف میرسیدن. ولی جایی که باید کف می بود وجود نداشت. انگار که داشتم به آسمان شب نگاه می کردم. ولی از پایین به بالا نگاه نمی کردم. داشتم از بالا به پایین نگاه می کردم و نمی دونستم که چرا شناورم.
پیاده رو بود. سنگ‌های مربع کنار هم چیده شده بود. من به سمت راست نگاه کردم. پیاده رو پایین میرفت و به سمت راست میپیچید و بعد ناپدید شد. بعد به سمت چپ نگاه کردم. اونجا به دیواری رسیدم. تقریباً 100 فوت اونورتر توی دیوار یک در بود که شبیه درهای قدیمی قلعه ها بود. همراه با قوس بالای آن. در اونجا هیچ ترسی نداشتم. احساس کردم که یک نفر کنار دیوار ایستاده. داشتم به اون نگاه میکردم و به او گفتم من میتونم از اینجا رد شم مثل یک روح. اونم فقط داشت نگاه میکرد. ما فقط همدیگر رو نگاه میکردیم. کنجکاو بودم و به خودم گفتم میخوام برم ببینم که اینجا چیه. همین که این جمله یا فکر از دهانم بیرون اومد مثل گلوله رفتم جلو. اونقدر سریع حرکت میکردم که متوجه اطراف خودم نمیشدم. همه چیز تار شده بود. داشتم با سرعت خیلی زیاد حرکت میکردم و رسیدم به دیوار. اون موقع بود که گفتم خدای من، انسان‌ها اینجوری حرکت نمی‌کنن. من چطور این کار رو انجام دادم؟ ناگهان دیدم که یک نور ظاهر شد. انگار یک چراغ قوه دست کسی بود که داشت دنبال چیزی میگشت. اون نور افتاد روی من. نورش خیلی زیاد بود. بعد از یه مدت بخشی که روبرویم بود شروع کرد به بخار شدن. بعد هم مه کم کم کنار رفت. وقتی که دقیق‌تر نگاه کردم تونستم آسمون آبی رو ببینم و همون موقع بود که غرق اون حس شدم. انگار خدا بود. انگار دستش رو گذاشت رو من و یه عشق فوق‌العاده قوی رو حس کردم. مثل این میمونه که به برق وصل شدی و نمیتونی ازش دست بکشی. من دقیقاً همینطوری بودم و اون عشق داشت از درونم جریان پیدا میکرد. یک عشقی متفاوت، قوی و چیزی که تا حالا حسش نکرده بودم. قبلش هیچ وقت چنین چیزی رو احساس نکرده بودم. بعد کلمه بخشش رو دیدم و بعد از اون عشق، بعد از اون صلح. وقتی که صلح رو دیدم برگشتم طرف نور و شناور شدم. جایی که باز شده بود. هر قدم که برمی داشتم کم کم از ذهنم کم می شد و هیچ وقت از خودم نپرسیدم که آیا تو در آسمان راه میری؟ هرچه بود انگار روحم میدونست که قراره چه اتفاقی بیفته. هیچ فکر بدی به سرم نزد. ذهنم شفاف و روشن بود. مثل اینکه باد از اون میگذره. هیچ نگرانی تو دنیا وجود نداشت و حس فوق‌العاده‌ای داشتم. من میتونستم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. پس آروم آروم از آسمان پایین اومدم. رسیدم به درخت‌های کاج. درخت‌های کاج سوزنی. وقتی داشتم پایین می آمدم می تونستم هر سوزن اون رو ببینم. حتی یه دونشم از چشمم دور نمی موند. وقتی داشتم پایین تر می رفتم دیدم که درخت داره توی زمین فرو میره. اون موقع بود که شروع کردم به برعکس شناور شدن. وقتی به عقب برگشتم یک پرتگاه بود. دقیقاً مثل ساحل کالیفرنیا که یه دفعه پرتگاه‌های بزرگ به سمت آب شناور میشن. وقتی سرمو پایین انداختم اونجا یک باغ بود و گلها انقدر بزرگ بودن که هر کدوم به اندازه یه میز ناهارخوری بودن. واقعا مسحور کننده بود، پر از زندگی. انگار میشد حسش کرد و حس میکردم که دارن به هم نگاه میکنن، هرچند چشمی نداشتن. وقتی داشتم به این باغ نگاه میکردم میتونستم هر گلی که میخواستم رو بزرگ کنم و از نزدیک ببینم. توی نگاه کردن به چپ و راست و بالا و پایین هیچ مشکلی نداشتم و میتونستم اون گلی رو که دوست دارم از نزدیک ببینم. من آروم آروم به سمت راست شناور شدم و کاملا این عشق رو از گلها جذب میکردم. انگار همشون زنده بودن. بعد احساس کردم که انگار کانال عوض میشه و توی آسمون آبی بودم. هیچ چیز اطرافم نبود. نه زمین، نه هیچ چیز دیگه. بعد گوی آسمان تغییر کرد. 4 نور روشن دیدم. نورها هر لحظه بزرگتر می شدن و به سمت من می آمدن. یک عالمه چراغ کوچک شروع کرد به ظاهر شدن و این چراغا همه جا دور و برم می آمدن. بعد شروع به چرخیدن کردند. واقعا جالب بود. وقتی چراغ‌های بزرگ از راه رسیدن ایستادند.
و چراغ‌های کوچیکی که دور و برم بودند شروع کردند به رفتن به سمت آن چراغ بزرگ. بعد ناگهان یک سر ظاهر شد و سپس شانه ها رو دیدم و بعد آرنج ها. گویا دستهایش جلوی بدنش بود، ولی چون نور زیاد بود دیده نمی شد. فقط آرنج ها که بیرون زده بود معلوم بود. یا جلو بود یا پشت. یک جورهایی همه این نورها کل بدن اون مرد رو پر کرده بود. وقتی کارش تمام شد تقریباً به همان اندازه قدش سرش رو بالا برد و لحظه ای از من چشم بر نمی داشت. بعد دوباره به سمت من برگشت. با سرعت بسیار زیاد پرواز کرد و پس از آن رفت. آنقدر سری رفت که رد خودش را جا گذاشت. پس من ایستادم و رد او را تماشا کردم. بعد از این اتفاق چشمانم را باز کردم و پرستار روبروی من بود و در حال فشار دادن به سینه‌ام بود. به او گفتم چه کار میکنی؟ و او گفت قلبت توقف کرده. تو مردی. پرسیدم چقدر طول کشید؟ او گفت 4 تا 5 دقیقه و من باورم نمیشد که در این مدت مرده بودم. من توی آسمان ها بودم و بعد در این مدت طولانی به داخل غار رفتم و باغ‌ها و بعد دوباره آسمان. آن لحظه بود که واقعیت شروع کرد به هم ریختن مغزم. احساس می کردم که دیگر هیچ ترسی در زندگی ندارم. بار دوم که تجربه نزدیک به مرگ داشتم با همان ذهنیت واردش شدم. این بار روبروی یک دسته گل بودم که در یک دایره بزرگ چیده شده بود. این دایره پر بود از گل‌های مختلف که هر کدام در یک گروه جدا بودند و همان لحظه که دیدمشون فهمیدم که موضوع از چه قرار است. این همان چیزی بود که در ذهنم بود. بعد از اون دوباره تو فضا بودم و داشتم به سیاره آبی نگاه می کردم. خیلی خیلی آبی رنگ بود. رنگ ها در اونجا 1000 برابر بیشتر از رنگ هایی بود که در اینجا می بینی. طوری بود که فقط مجبورت می کرد به آن زل بزنی. بعد یک سری تصاویر چشمک زن از چیزهای دیگه دیدم، ولی اونا رو به یاد نمیارم چون خیلی سری رفتند. اون موقع بود که دوباره توی آمبولانس بودم. این بار چشمامو که باز کردم همه توی آمبولانس دور هم جمع شده بودن و یک نفر در حال نگاه کردن به من بود. از او پرسیدم چه خبره؟ و او گفت مجبور شدیم بهت شوک بدیم. اونها به من گفتن تو دچار یک حمله قلبی به شدت خطرناک شدی و تنها 10% شانس زنده بودن داشتی. برای 55 روز باید پابند می زدم. 3 ماه بالاپوش مخصوص پوشیدم و رفتم بیمارستان که قلبم رو چک کنن. دکتر به من گفت برایان، از دهه 70 دارن روی این مدل سکته‌های قلبی بررسی میکنن و فقط قلب تو و یک نفر دیگه از اون موقع تا حالا به طور کامل خوب شده. اون گفت فقط یه جاهای کوچیکی از قلبت به خاطر شوک‌هایی که بهت دادن آسیب دیده. قلبت مثل قلب من میزنه. تو یه معجزه‌ای. من دیگه از مردن نمیترسم. وقتی اتفاق بیفته میفته. همیشه سعی میکنم دعا کنم که خدا منو به اونجا برگردونه. وقتی که بیمارستان رو ترک کردم افسرده شدم چون اونجا خیلی زیبا بود و هیچ کس نمیفهمید چرا دائم میگفتم میخوام اونجا بمونم. باید به اینجا برمیگشتم و راستش خیلی ناراحت بودم که نمیتونستم بمونم. خیلی چیزا رو نمیشه با کلمات توصیف کرد، مخصوصاً عشق رو. نمیتونم برات توضیح بدم که اون عشق واقعاً چطوره، فراتر از کلمات آدمیه. واسه همین دنبال آدمایی مثل خودم گشتم. شروع کردم به خوندن تجربیات نزدیک به مرگ. به همین خاطر سال اول فقط درس میخوندم. دنبال این تجربه ها میگشتم و با مردم دوست میشدم و خیلی ها رو پیدا کردم که دقیقاً همین حرف ها رو میزدن. همه چیز درباره عشقه. حالا آدمای دیگه‌ای هم شبیه من هستن. شنیدم که همه دارن همینو میگن. پس فهمیدم که من دیوانه نیستم و خیالم راحت شد. من در کودکی در یک کلیسای جهنمی بزرگ شدم. اونها میگفتن که باید روح القدس رو داشته باشی، باید به کتاب مقدس گوش کنی وگرنه هیچ وقت به بهشت نمیرسی. اما من در تجربه نزدیک به مرگم هیچ وقت جهنم رو ندیدم.
احساس یک خدا رو داشتم. من فقط یک آدم عادیم و در هیچ کلیسایی نبودم. من به خدا ایمان دارم. من از کودکی خدا رو دوست داشتم، ولی همیشه سوالاتی در ذهنم بود. هرگز نمیخوام کسی رو به خاطر دینش قضاوت کنم، چون خودم یه زمانی طرز فکر داشتم که به هم یاد داده بودن. پس نمیتونم به خاطر باورهای تو قضاوتت کنم، چون تو هنوز اون رو تجربه نکردی. ولی وقتی برگشتم دیگه مردم رو اونطوری نمیدیدم. من روح ها رو میبینم و اینطوری زندگی میکنم. دیگه به کسی غیر از روح نگاه نمیکنم. سعی میکنم به هر کسی که میتونم کمک کنم و اغلب وقتا انتظار هیچ چیزی رو ندارم، چون اینا مادی هن. چیزای مادی که همشون تغییر میکنن. دیگه مهم نیستن، چون هیچ کدوم رو با خودت نمیتونی ببری. پس چیزایی که قبلا نگرانشون بودم، الان سعی میکنم دیگه نگرانشون نباشم. هر وقت تونستی به هر کی که میتونی کمک کن. خدا همینو میخواد. ما اینجا هستیم که به هم کمک کنیم و اگر دیدیم که نمیتونیم، باید تلاش کنیم تا یک راهی برای کمک کردن پیدا کنیم. پس دیگه هیچی باقی نمیمونه جز عشق، عشق و عشق. دوستان و همراهان عزیزم، اگر این ویدیو براتون مفید بوده، ممنون میشم با لایک های ارزشمند خودتون به هرچه بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک کنید و با به اشتراک گذاشتن آن با دوستانتون حلقه ای از زنجیره نور و آگاهی باشید. دوستدار شما، مهشید.